سلام رفقای خودم، حالتون چطوره؟ آقا ما یه جا اومدیم نصب، این رفیقمون از یه شهر دیگه اومده اینجا جابجا شده کلا. زنگ زده نصاب بیاد دیش گردونش رو نصب کنه، ولی متاسفانه نتونسته به خوبی توی مدار قرارش بده. حالا من کانال‌هاشو چک کردم، جهت یاست که کلا سیگنال نداره، یعنی هیچ کدوم از فرکانس‌هاش سیگنال ندارن. جهت اینتلستش همینطور بدون سیگناله. جهت تورکستش سیگنال داره، حالا سیگنال به نسبت خوبی هم داره. ولی وقتی میریم روی جهت بدر میبینیم که بدرم سیگنال داره، اما متاسفانه شبکه‌های مراکز استان رو با پارازیت میاره. حالا جهت یوتلسات 7 درجه شرقی رو هم چک کردیم، کلا این 5 تا جهت از اول روی رسیورش بوده، ولی خب فقط 2 تا جهتش رو تونسته توی مدار قرار بده. ما اومدیم تنظیمات یوزالس رو چک کردیم، دیدیم که همه چی مرتبه. پس نتیجه میگیریم که مشکل از عدم تنظیم دیشه، یعنی نصاب محترم نتونسته دیش رو توی مدار قرار بده، یا اینکه نخواسته، یا هر چی. ولی خب میخوام این تجربه نصب رو با شما به اشتراک بذارم. بریم بالای پشت بوم ببینیم مشکل این دیش کجاست. اما قبل از اینکه بریم روی پشت بوم یه زحمتی بکشید، با اون لایک های قشنگتون از ما حمایت کنید. دمتون گرم. بریم بیایم. خب دوستان، ما اومدیم بالا ببینیم که مشکل دیشمون چیه. کاری که باید انجام بدیم اینه که فایندرمون رو اول به موتورمون وصل کنیم. پس قسمت رسیور رو جدا میکنیم از موتور و فیش فایندر رو به قسمت رسیور روی موتور وصل میکنیم. حالا میام دکمه سطر رو میزنم، میام روی ماهواره یاست و یه دونه از کانال ها رو انتخاب میکنم. میبینید که کانال فورتورک فرکانس 10763 سیگنال نداره. 10887 ماهواره ترکمن عالم باز هم سیگنال نداره. بریم روی شبکه های جم هم سیگنال نداره. ببینید دوستان، من الان دیشم رو یه ذره فشار میدم، میبینید که الان با فشار دادن دیش سیگنال ماهواره یاست داره بالا میاد. ببینید این اصلا کلا از اساس اشتباه نصب شده. قبل از اینکه نصبش کنه، نصاب قبل از اینکه دیشو نصب کنه بهش دستور نداده که بره سمت ماهواره مبدأ و روی حالت صفر موتور اومده دیشو نصب کرده. الان اگه توی تصویر مشخص باشه، این درجه روی موتور روی حالت صفره. اول قبل از اینکه ما دیشو بخوایم تنظیم کنیم باید آدرس ماهواره یاست یا ماهواره مبدأمون رو بهش بدیم که متاسفانه اینجور نشده. پس ما از اول باید الان دیشمون رو بچرخونیم سمت یاست و ماهواره یاست رو مجددا تنظیم کنیم. خب میام توی فایندرمون، میام توی قسمت منو، قسمت نصب، تنظیم دیش کردن. میایم فرکانس 11881 ماهواره یاست رو انتخاب میکنیم و حالت موتور رو میذاریم روی یوزالس. یه بار میزنیمش بره روی رفرنس و حالت صفر موتور. الان موتور صفر شد. ببینید الان تقریبا سیگنال رو داره میده. چرا؟ چون روی همین حالت ماهواره یاست تنظیم شده. ما باید موقعیت یاست رو اول بهش بدیم، بعد بریم سر وقت تنظیم موتور. این قسمت رو ذخیره میکنم، اول از این منو خارج میشم، کلید فاین رو میزنم، ماهواره یاست فرکانس 11881 ورتیکال 27500 F4 رو میزنم تا زوم شه سیگنال و الان باید بریم ماهواره یاست رو تنظیمش کنیم. حالا میایم 4 تا پیچ رو باز میکنیم یه ذره. خب ببینید دوستان، یه مورد دیگه هم که هست، این دیش قبلا توی یه شهر دیگه نصب شده و موقعیت مکانی اون شهر براش انتخاب شده. عرض جغرافی موتور رو عوض نکرده کلا و روی همون حالت اومده و با همون تنظیم قبلی نصبش کرده، در صورت اینکه این موتور الان جابجا شده، این دیش جابجا شده و توی شهر دیگه است. الان ما باید موقعیت مکانی محل خودمون رو به این موتورمون بدید، یعنی عرض جغرافیاییمون رو. عرض جغرافیایی منطقه ما 32.4 درجه شمالیه، ولی این روی هولوش 35 درجه است. پس این پیچا رو باز میکنم. عرض جغرافیاییشو الان میام از این قسمت، این 32 درجه 32.4 تقریبا میشه. این نکات رو باید دقت کنید دوستان. خب دوستان، الان این 4 تا پیچو شل کردم. این 2 تا پیچ تنظیم ارتفاع دیشم میام شل میکنم یه ذره که بتونم ارتفاعشو بالا پایین کنم.
یه دونه این ور داره، یه دونه هم اون ور، اونم شلش میکنم. خب الان آماده است که تنظیمش کنیم روی ماهواره یاست. میبینید این موتور از اون قسمت صاف خود پایم جدا شده، اینو باید یه ذره بیایم بالاتر، نه خیلی بالا نه خیلی پایین. الان میگردیم دنبال ماهواره یاست. حالا این دیشمو بالا پایین و چپ و راستش میکنم تا برسم به ماهواره یاست. خب اینم ماهواره یاست، تقریبا رو به جنوب. یاست رو دیگه همتون بلدید تنظیم کنید، ماشاءالله همتون استادید. بهترین سیگنال رو ازش میگیرم. حالا میام قسمت زاویه دیش رو با آچار 10 صفر میکنم. خب یه ذره خارج شد از تنظیم. حالا زاویه دیشمون تقریبا تنظیمه، فقط مونده چپ و راستش کنیم که بهترین سیگنال رو ازش بگیریم. 75% تقریبا خوبه. حالا موقت این پیچا رو فعلا یه ذره صفر میکنم تا دیشمون یه ذره محکم بمونه. در حین صفر کردن پیچا ها مواظب باشید که دیشتون تکون نخوره و اینجوری سیگنالش بپره. حالا میام روی فایندر یه دونه بک میزنیم، یه تست کانال میگیریم. این فرکانس 11881 که شبکه جمه. میام روی فرکانس ضعیفتر مثل 10804 ماهواره ترکمن عالم. میبینیم اینجا سیگنال نداریم، اینو باید دوباره تنظیم دقیق کنیم تا بهترین سیگنال ازش به دست بیاریم. دوستان من کلا با این 4 تا پیچ دارم سیگنال الان بالا پایین میکنم. پیچای بالا رو وقتی این 2 تا پیچ بالا رو وقتی صفر میکنید، در اصل دارید سر دیش رو یه ذره میارید بالاتر. این پیچای پایین رو وقتی صفر میکنید، سر دیش یه مقدار میاد پایینتر. وقتی این پیچای 2 تا پیچ کنار رو یه ذره صفر میکنید، دیش تقریبا یه ذره میاد به سمت راست و با همین پیچا میتونید یه ذره دیشتون رو جابجا کنید. خب این الان بهترین سیگنالیه که من تونستم بگیرم از فرکانس 10804. میام یه چند تا فرکانس دیگه یاست رو چک میکنم، مثل فرکانس ضعیف مثل 10845 و 10887. اینم با 51% داریم، یه مقدار پایینه. یه 10845 هم چک کنیم، اینم 51%. یه دونه فاین رو میزنم، F4 رو میزنم زوم بشه. به این امکانش هست که یه ذره اینو فرکانسشو بالاتر ببریم تا 70% هم میره. پس دوباره میام روی پیچا خب فرکانس 10845 هم با 70% کیفیت ما تونستیم بگیریم. پس الان دیگه خیالمون راحته که تمام فرکانس های یاست برای ما تنظیمه. حالا میایم روی منو، میایم قسمت نصب، میایم تنظیمات دیشگردان و میایم ماهواره بعدی رو انتخاب میکنیم. نزدیکترین ماهواره به یاست میشه ماهواره اینتلست 902. اینتلست 902 در 62 درجه شرقی. میایم یه فرکانس فعال بهش میدیم، 11555 ورتیکال 30000 رو بهش میدیم. حالت موتورم که روی یوزالس باید باشه. طول و عرض جغرافیه محل نصب خودمون رو بهش میدیم که اینو باید توی گوگل مپ پیدا کنید، قبلا در موردش آموزش ساختیم. میام روی رفتن به موقعیت. دیشمون در حال حرکته و میبینید که سیگنال ماهواره اینتلست 902 هم برای ما بالا اومد. خب بچه اینم شبکه مستند که میبینید که با این کیفیت داره برای ما بالا میاد. حالا دوباره دکمه منو رو میزنیم، میریم روی قسمت نصب، تنظیم دیشگردان
حالا ماهواره رو عوض میکنیم، بعد بریم ماهواره بعدی. ماهواره بعدی چیه؟ ماهواره بدر. بدر رو اوکی میکنیم، یه فرکانس فعال بهش میدیم، فرکانس 11900 ورتیکال 27500 فرکانس خوبیه. میریم روی موقعیت و اوکی میکنیم تا دیشمون بچرخه به سمت ماهواره بدر. خب اینم از سیگنال ماهواره بعد که میبینید با 71% ما تونستیم ماهواره بعد رو بگیریم. حالا ماهواره رو عوض میکنیم، میریم روی ماهواره بعدی. ماهواره بعدی برای ما ماهواره یوتلسات 7 درجه است و میبینیم که دیشمون داره به سمت یوتلسات 7 درجه الان حرکت میکنه و اینجا رو هم ذخیره میکنم. حالا یه دونه تورکست هم بریم چک کنیم، ببینیم تورکست توی مداره یا نه. تورکست توی 42 درجه. اوکی میکنیم، حالت موتور رو میذاریم روی یوزالز، دکمه موقعیت رو اوکی میکنیم تا دیشمون بره سمت تورکست. منتظر میمونیم تا دیشمون از حرکت وایسه. و میبینید که سیگنال ماهواره تورکست هم اومد. ما با روش یوزالز تونستیم جهت یاست رو تنظیم کنیم و طول عرض جغرافیایی خودمون رو به موتور بدیم و فقط با همین یه جهت بقیه جهت ها رو توی مدار قرار بدیم. حالا بعد از اینکه خیالمون راحت شد که جهت های مختلفمون توی مداره، کافیه که بیام اینجا دکمه سطر رو بزنیم. الان این شبکه روی ماهواره اینتلسات، یه تست کانال از تمام جهت ها بگیریم. اینکه فرکانس 11555 ببینید با کیفیت 76% داریمش. حالا دوباره دکمه سطر رو میزنیم، میام ماهواره یاست اوکی میکنیم. دیگه خود دیش تمام تنظیمات ما رو داره و بر اساس موقعیت مکانی ما ماهواره های مختلف رو پیدا میکنه. این هم شبکه نواهنگ که با 70% کیفیت برای ما پخش میشه. فرکانس ضعیف 10845 ورتیکال 27500 ماهواره ترکمن عالم. حالا میریم روی جهت بدر، یکی از کانال ها رو اوکی میکنیم، شبکه دنا و میبینید که این کانال دنا شبکه های استانی ماهواره بدر هم با 69% کیفیت. این سیگنال خیلی سیگنال ضعیفیه و وقتی این کانال ها رو بدون پارازیت داشته باشیم بقیه کانال های ماهواره بدر هم تنظیمن. حالا بریم شبکه های من و تو جهت یوتلسات رو چک کنیم. این هم یوتلسات 7 درجه و میبینید که کانال من و تو رو با 78% کیفیت داریم. این 5 تا جهت اصلی. بریم یه دونه یوتلسات 9 درجه رو چک کنیم ببینیم که سیگنال میده یا نه. این هم یوتلسات 9 درجه که میبینید یه ماهواره تقریبا ضعیفه. بریم روی هاتبرد. این هم شبکه الجزیره و میبینید که ماهواره هاتبرد هم ما داریم. دیگه چی میخوایم؟ دیگه همین اوکی هن دیگه. حالا هر ماهواره دیگه ای که بخواین شما توی دیشه گردونتون اضافه کنید با همین روش میتونید اینو اضافه کنید. حالا مثلا من میام توی تنظیم دیش گردون یه ماهواره یوتلسات 16 درجه رو اضافه کنم، یه اوکی میکنم، حالت موتور رو میذارم روی یوزالز، میام روی موقعیت اوکی میکنم، یه فرکانس فعالم که میدونم وصله رو بهش میدم 845 هوریزنتال 30000 خوبه. یه موقعیت رو میزنم تا دیشم حرکت کنه به سمت یوتلسات 16 و میبینید سیگنالش بالا اومد. الان ما میتونیم ذخیره کنیم اینجا رو، یه دونه F3 رو بزنیم سیو اند اگزیت، بیایم بیرون از این منو. بعد دوباره بریم روی نصب آنتن، یوتلسات 16 رو بزنیم، جستجوی شبکه رو بذاریم روی ماهواره چون من این جهت رو ندارم و اینجوری کانال هاشو سرچ کنم روی فایندرم هم داشته باشم. به همین سادگی.
حالا دیگه این قسمتشو من کات میکنم برای شما. خب دوستان، بعد از اینکه مطمئن شدیم که تمام کانال ها رو داریم و تمام جهت هامون توی مدارن، میام یه فرکانس خیلی ضعیف رو از یکی از ماهواره هامون اوکی میکنیم. مثلا همین فرکانس 10845 ورتیکال 27500 اوکیه. چشممون باید به فایندر باشه. وقتی داریم پیچا رو صفر میکنیم سیگنالمون پایینتر نیاد و خیلی آروم پیچای موتور رو تا آخر صفر میکنیم در حد اینکه اون سیگنال هم برای ما پایینتر نیاد. الان این دیشمون تنظیم شد و ما میتونیم تمام جهت‌های ممکن رو به دیشه گردونمون اضافه کنیم. خیلی مخلصیم، مراقب خودتون باشید. یا علی، بدرود.